خب دوستان، قبل از اینکه شروع کنیم ویدیو رو میخوام یه چیزی رو توضیح بدم. امروز میخوام یه دونه سنگ شجر فردوس رو ببرم سربیشه، چون که خودم سربیشه کار دارم. به این جایی که میرم سنگ مال این منطقه نیست، مال منطقه فردوسه، ولی چون من میخوام برم سربیشه میخوام یه تیکه سنگو ببرم توی طبیعت با هم دیگه ببینیم که آیا اگر به عنوان یک نفری که تا حالا به هیچ عنوان سنگ شجر فردوس رو به صورت عملی و تجربی لمس نکرده، یعنی سنگو فقط شنیده سنگ شجر فردوس این شکلیه، شما قضاوت کنید، میتونید تشخیص بدید که این سنگ قیمتی هست یا نه، سنگ تراش نخورده شو. میخوایم با هم بریم ببینیم تا یه درک عملی از شناخت سنگ داشته باشیم، حداقل سنگ شجر فردوس. ولی اینو بدونید که اینجا منطقه فردوس نیست. من یه تیکه سنگ توپی شجر فردوس رو با خودم میبرم اونجا و توی منطقه قرار میدم ببینیم چی میشه. امیدوارم که آموزش عملی خوبی در بیاد، اگر خوب بود تکرارش کنیم. به عنوان مثال شما در طبیعت همچین سنگی رو پیدا میکنید. چقدر احتمال میدید که این یک سنگ قیمتی یا نیمه قیمتی باشه؟ اگر توی منطقه‌ای که شما اونجا دنبال سنگ میگردید شناختی داشته باشید راجع به سنگ ها و بافت سنگی اون منطقه، ممکنه بدونید که آیا این سنگ ارزش داره یا نه. در غیر این صورت اگه اولین بارتون باشه که توی منطقه دنبال سنگ میگردید، احتمال زیاد از کنار این سنگ رد بشید. اما آیا این سنگ به درد میخوره یا نه؟ تا وقتی که انقدر از این سنگ نبینید که به چشمتون آشنا بیاد. الان اینجا رو من یک قسمتایی رو زدم که ببینم توش شجر داره یا نه، وگرنه کل سنگ به این شکل میبینید. و تشخیصش برای کسی که تا حالا با سنگ فردوس یا هر سنگی توی هر منطقه سر و کله نزده باشه عملا غیر ممکن. چجوری تشخیص میدیم؟ به این شکل یک قسمت از سنگ رو با ابزاری که داریم جدا میکنیم، میشکنیم تا ببینیم چی هست. اگر قسمتی از سنگ رو خیس کنیم، اون قسمتی که شکستیم، متوجه خواهیم شد که آیا شجر داره توش یا نه. بریم ببینیم میتونیم خیس کنیم یا نه. خب این سنگ رو ما خیس کردیم و میبینید شجر واضح و کاملا مشخص دارم. این گوشه سنگ و نیاز به دقت زیاد هم نداره، این قسمتش هم مشخصه. این عقیق هایی که توی منطقه پیدا میشن توپی هستن، یعنی یک سنگی که از همه طرف بسته و داخلش دیده نمیشه. اما با یه برش یا شکستن سنگ، البته اگر ناشیانه این کار رو بکنید، امکان داره که گل سنگ ها هم از بین ببرید. به مرور زمان با کار کردن روی این سنگ ها میتونید بیشتر بشناسیدشون و دقت بیشتری بکنید و پرتی کمتری به مرور زمان خواهید داشت. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه و بتونید استفاده کنید از این اطلاعات و بتونید شکار سنگ بهتری داشته باشید یا سنگ‌های بهتری رو انتخاب کنید. حتی در خرید سنگ، در خرید سنگ هم باید به این نکات دقت کنید که اکثرا کسایی که زیاد حرفه‌ای هستن میان گوشه سنگو میزنن. اگر سنگ گل خوبی داشته باشه بر میدارن، اگر نداشته باشه هم بهتون میفروشن. امیدوارم که لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. حمایت کنید تا ویدیوهای بیشتری بتونیم براتون تهیه کنیم که به دردتون بخوره. یا علی، خداحافظ.